د آزادی خاورې دا د مو سلام دی، د نیک مرغی خاورې دا د مو سلام دی. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان، شنوندگان و هموطنان نهایت از گرامی، سلام و احترامات بنده را پذیرا باشید. امروز 4 می سال 2026 که با روز دوشنبه برابر است در خدمت شما حاضر می باشم. در برنامه امروز موضوعات مربوط به افغانستان و پاکستان و همچنان مسائل بین المللی دارم. در موضوعات پاکستان و افغانستان صحبت‌های مولانا فضلالرحمن محمود خان اسکزی، همچنان راپور از عملیات ماه اپریل و حملات جدید در آن طرف خط دیورند و صحبت‌های پوتین در مورد روابط افغانستان و روسیه در قبال جنگ‌های پاکستان و بعداً به مسائل بین المللی پیشنهاد 14 نکاته ایران، همچنان نظریات اسرائیل در مورد لبنان و اشغال لبنان و موضوع تحریم‌های امریکا بر علیه 5 کمپانی بزرگ چین که رد از او را چینایا کرده و گفته ای برای ما قابل پذیرش نیست و ما از اطاعت نمی کنیم. این موضوعات است که خدمت شما تقدیم خواهم کرد. امید برنامه را تا آخر ببینین، بشنوین و این را با دوستا شریک بسازین تا زنگوله را بزنن، برنامه را لایک کنن، سابسکرایب کنن تا به این دوستا برسن. میایم به موضوعات اول خود. روسیه میگوید که افغانستان متحد ماست. از همین خاطر امارت اسلامی را به رسمیت شناختیم و برای هر نوع کمک حاضر و آماده می باشیم و مخالف حملات پاکستان بر افغانستان و حریم افغانستان هستیم. در صورت لزوم دید از با افغانستان همکاری و دفاع میکنیم و چیزی که افغانستان نیاز داشته باشه ما او را به افغانستان میتیم اینا برای ما بگوین. یک هیئت افغانستان هفته گذشته به مسکو رفته بودن، صورت گرفته بود و همچنان زمیر کابلوف به کابل آمد و در اینجا صحبت ها صورت گرفت و بعضی چیزا تبادله شده که چی نیازی از اینا از چی بابت است ممکن که او ضرورتها را روسیه پوره کنه. خبر دومی است که مولانا فضلالرحمن میگه که اردوی پاکستان مردم ملکی را در هر دو طرف خط دیورند مورد حملات نظامی قرار میدهند. مردم بیگناه را میکشند و بعدا فامیل ها را مجبور به اقبال جرم کتبی میکنند که بپذیرند که فرزندانشان تروریست بودند و نه اجساد شهدا را تسلیم خانواده ها نمیکنند. اینا میگن که این یک جنایت بزرگ است که اردوی پاکستان انجام میده، هم با او طرف خط دیورند یعنی طرف ما شما در افغانستان حمله میکنن و مردم بیگناه را میکشن و هم به آن طرف خط دیورند طرف خودشان در خیبر پختونخوا و وقتی که اجساد باز میتن مردم ها میگن که قبول کنن که فرزندتان که کشته شده این تروریست بود، یعنی ما یک تروریست کشتیم، در حالی که مردم میگن که ما در خانه های خود نشستیم بیگناه بالای ما حمله میشه باز برای ما گفته میشه تروریست. و مولانا فضلالرحمن میگه که این عملکرد اردوی پاکستان که است درست نیست، این پیامد خوبی نداره، قیمت بزرگ از این اردوی پاکستان پرداخت خواهد کرد، چرا که مردم به حساب عکس العمل نشان میتن، رنج و غم مردم بیشتر میشه، قهر و غضب مردم بیشتر میشه و عکس العمل نشان میتن و این چیز پاکستان شاید توانش باز نداشته باشه. همچنان محمود خان اسکزی میگن که اردوی پاکستان در فکر گرفتن افغانستان و یا کنترل افغانستان است. او میگه که بسیاری قدرت های دنیا آمدن و این کار را نتانستن و همه قدرت ها در اینجا شکست خوردن و این قبرستانی از اونا گشت. آیا اردوی پاکستان عالم به این خواب ها را میبینه؟ در این خواب ها نه ای که چیزی به دستش نخواهد آمد بلکه خودشان هم تباه و برباد خواهد شدن و پاکستان هم از دست خواهند داد. بنابراین این نظر از اونا. خبر دیگه ای است که در ماه اپریل مجموعاً در مقابل اردوی پاکستان 409 حمله در خیبر پختونخوا صورت گرفته که از این جمله عملیات 318 نفر نظامی پاکستان کشته شدند، 378 نظامی زخمی شده و 13 تن دیگر زنده گرفتار شدند. این عملیات که در مناطقی که پیاده شده یا عملی شده: وزیرستان جنوبی 90 عملیات، پشاور 63 عملیات، وزیرستان شمالی 60 عملیات، باجوړ 33 عملیات، دیره اسماعیل خان 32 عملیات، بنو 29 عملیات که مجموعاً این عملیات ها صورت گرفته. عملیات های بلوچستان در این شامل نیست چرا که او احصایه به دست من نامده، چرا از اونجا دوستا همکاری ندارن، صرف بعض وقت چیز خبرها که میای او را من خدمت شما تقدیم میکنم.
بیشتر از 100 عملیات در اونجا هم صورت گرفته. اگه او را ما اضافه کنیم دیگه مجموع عملیات از 500 در یک ماه میگذره، یعنی روزمره 20 عملیات اوسطا، بیشتر از 20 عملیات اوسطا میآید. خبر دیگر، خبر بین‌المللی ما امروز در مورد پیشنهاد کتبی ایران به امریکا بوده که به ذریعه پاکستان به دونالد ترامپ رسید. دیروز همچنان در برنامه بر شما گفته بودم که دونالد ترامپ گفته بود که برای من مسوده رسیده، ما او را دیدیم اما مطالعه نکردیم، اما میگه که شاید مورد پسند من نباشه و او را من نپسندم. میگم که در این مسوده چی است؟ این مسوده در 3 استیج تهیه شده، برابر شده که در 3 مرحله باید پیاده شود. ایران مسوده خود را داده، امریکا 2 را دارد، معاهده ناپسندیده را با ایران به امضا برساند و مسئله را ختم کند، و یا اینکه یک حمله ناگزیری که بی سود و به دستاورد خواهد بود انجام بده و مصارف بیشتر دیگر هم انجام بده و چیزی به دستشم نبیه و بالاخره ناکام بمانه. بنان اینا میگن که این 2 را هست. این مسوده که داده شده، ای گفته شده که در 30 روز آینده باید این تطبیق شود. بعد از 30 روز اگر به این عمل نشوه، باز ایران میگه که امریکا هر چیز میکنه ما حاضر به جنگ هستیم، اگر جنگ میکنه و هر چیزی که میکنن. و ابنای هرمز به تدریج بازگشایی شود. اختتام محاصره و بندش بندرگاه های ایران که زیر فشار هستند او آزاد شوند و ایران در مقابل از این 2 عمل مسئولیت بازگشایی تنگه هرمز به گردن خواهد گرفت، ماینا را پاک خواهد کرد و به کشور دیگر اجازه نخواهد داد که این ماینا را بیان پاک کنند، چرا که ترس از است که به نام ماین پاکی کشتی‌های خود وارد میکنن، جاسوسی میکنن و تخریب میکنن. این مرحله را آتش بس نخواهند خواند، چرا میگن که از همین زمانی که این خط به دونالد ترامپ رسیده زمانی 30 روزه شروع شده. بنان اینا میگن از این زمان آتش بس به طرف یک اختتام جنگ و به طرف صلح دائمی در منطقه باید بره و در اینجا روابط دیپلماتیک دوباره باید نرمال شود، یعنی آتش بس شود، صحبت ها صورت بگیره، معاهده تطبیق شود و اختتام جنگ اعلان شود و روابط پس برای ساختار منطقه و اینا به طرف های دوباره بروند. در مرحله 2 میگن که در محدوده زمانی که به ایران تعیین میشه، چرا که میگن اونا 20 سال گفته بودن که غنا یورانیم نمیتونه بند کنن، ایران 5 سال گفته بود، میگن که ممکن در بالا از 10 سال یا چیز بالا از 10 سال یک موافقه صورت خواهد گرفت. در این مدت 12 سال یا 15 سالی که اینا موافقه خواهند کرد، غنا یورانیم 0 خواهد بود، اینا یورانیم غنی نخواهند ساخت و بعد از مدت امی که فکس شده، بعد از او ایران که دوباره به غنا یورانیم 3.6% غنا یورانیم خود اثر خواهد گرفت و ایره آغاز خواهد کرد. بالای یورانیم غنی شده صحبتی صورت نمیگیره، او را به این صورت به کسی نمیده. از بین بردن تنصیبات اتمی ایران که تقاضا نخواهد شد، یعنی اونا را پابرجا باید بمانه. یک نظام برای کنترل تنگه هرمز ساخته خواهد شد. ایران با کشورهای منطقه یک پلان استراتژیک برای کنترل و اخاذی پولی از این منطقه جور خواهند کرد که دو امریکا و دیگر کشورها دخیل نخواهند بود، چرا که این منطقه مربوط به همین کشورهای خلیج فارس است. بستن پایگاه های امریکا در منطقه، آزادی پولهای منجمد شده ایران، تضمین عدم حمله در مرحله مذاکره و مفاهمه، آتشبس و اختتام حملات اسرائیل بر لبنان، بر یمن و همچنان بر غزه. این جزء از این معاهده است و اینا میگن که این خبر TRT World یعنی تلویزیون روسیه خبر داده و گفته که ایران به امریکا ددلاین تعیین کرد که در اینقدر وقتی گپا را یا قبول کو یا ایره رد کو، یعنی ایران ددلاین داده، امریکا ددلاین نداده که ایران ایجنت های موساد باید بدانن که بسیار غرفش و دروغا میگن که امریکا هر چیز است، امریکا هر چیز نیست. انشالله خداوند شما را میشرمانه اونا امریکا را میشرمانه. میاییم به خبر دوم امروز ما در مورد آتشبس لبنان و اسرائیل. آتشبس بین لبنان و اسرائیل به تاریخ 17 اپریل در امریکا به امضا رسید، اما بعد از او آتشبس اسرائیل دابال 50 بار بالای لبنان حمله کرده
مراکز حزب الله را زده، مناطق بیشتری لبنان گرفته، تسخیر کرده، در زیر به حساب زیر نگین خود آورده. در مقابل از حزب الله همچنان از پهپادها استفاده کرده، ضربات سنگین بر اردو وارد آورده، تعداد زیادشان کشته شده. و همچنان نیویورک تایمز میگه که نیویورک تایمز خبر میده که اسرائیل معادل جنگ غزه را بر لبنان و تسخیر آن اقدام خواهد کرد یا تطبیق خواهد کرد. میگن که این پروگرامی از اوناست که این پلانی را که در غزه تطبیق کرده. در پلان غزه چی بود؟ تمام خانه ها را 90% مسمار کردن، خانه نمانده اونجا. آبش بند کردن، نانش بند کردن، مردم متواری کردن، بسیار نفوذ کم اونجا مانده. زمینای غزه را در یک خطی که چرا چیزی که است استریپ غزه بسیار محدود، 12 کیلومتر عرضش است. از اونمو 12 کیلومتر یا 48 کیلومتر طولی که داره، از او میگن که 40% حال به فلسطینی ها مانده. خطی که خط ملل متحد بود، خط سرحدی سیاه، بعد از او یک خط زرد بود که در ملل متحد میگفت که یک خط فاصل باشه و دیگه خط نارنجی بود. اسرائیل به خط نارنجی فعلا رسیدن و او زمین در زیر کردن و 40% به فلسطینی ها فعلا ماندن و ایران پروگرام دارن که در آینده. و این چیزایی است که من قبلا با شما گفته بودم، بعد از او که الجولانی آمد این چیز به کلی واضح بود. من بر شما گفته بودم که لبنان از دست ما و شما میره، غزه از دست ما و شما میره، امیر رقم اردن و ایجایا. این ما بر شما پیش بینی کرده بودم، حالا عملا همون کار روان است. غزه را خو اسرائیل فکر میکنه کاملا چیز کرده و لبنان همچنان پروگرام داره که مثل غزه وری مسمار میکنه، حکومتش ختم میکنه، خانه جنگی رو جور میکنه و زمینش زیر نگین خود میاره و میگه که یه جزی از سرزمین است. این از پلان اسرائیل برای غزه. اسرائیل همچنان میگه که روسیه یعنی پوتین را از مسئله یورانیم غنی شده ایران به دور نگه دارین. در سال 2015 که معاهده شد بین ایران و امریکا، در اونجا یورانیم غنی شده ایران به روسیه سپردن. عالم دنیا یک پروگرام داره که به کشور سیوم بره، ممکن ترکیه باشه، ممکن روسیه باشه، ممکن چین باشه. چرا به امریکا و به اروپا خو ایران نمیته؟ از این بابت اینا میگن که این بار روسیه را از این بیرون کنین و اسرائیل میگه این بر ما قابل پذیرش نیست. بادار منطقه خود جور کرده دیگه، فرمایش داده میره. خبر بعدی من است که امریکا بالای 5 کمپانی نفتکشی چین که از ایران و از روسیه اینا تیل میگیرن تحریمات وضع کرده و قیودات وضع کرده که به حساب بانکی از اینا را منجمد ساخت. چین گفته که ما این تحریمات نمیپذیریم، چرا که این کدام قانون بین الدول نیست، این به ذات خودش تخلف از قوانین بین الدول است. شورای امنیت کدام مسودی را پاس نکرده که بالای ما او بایندینگ باشه یا حکم شورا باشه، بلکه این یک خواهش امریکا است و ما با خواهش امریکا تسلیم نیستیم و نه ما الزامیت قبولی از او را داریم، بلکه این خواهش امریکا است و امریکا مثل ما و یک کشور است که در دنیا برابر هستیم. بنان امریکا نمیتونه بر ما دکته کنه که توی کارو کو یا نکو. بنان ما این چیز از این رد میکنیم و این تحریمات قبول نداریم، این قابل پذیرش برای ما نیست. همچنان قوای اسرائیل با قلت اسلحه و زرادخانه روبرو است و این موضوع از جای معلوم میشه که شورای یعنی پارلمان اسرائیل وزیر دفاع یسرال کاتس به پارلمان خواسته تا از او بپرسن که میزایل پیکان که ساخت خود اسرائیل است و از میزایل دافع هوایشان است چرا او کم است و چرا اینا نساختن، دلیل از این چی است؟ که خواهد جواب داد که چرا اینا، و در صورتی که اگه این کم باشه و نساخته باشن برای چطور اینا میگن که به جنگ میرن که میزایل ندارن؟ ممکن که اینا امو بچه ترسانک میکنن مگر اسلحه ندارن و این میزایل از اینام که است در دوران عملیات که ایران انجام داده و مراکز تولید از ایران زده و ذخایر از ایران زده که اسرائیل اقرار نمیکنن. علت ممکن امو باشه که ذخایر و جایی که ساخته میشه او را ویران کرده باشه، حال ساخته نمیتونن اما اظهار نمیکنن. اما پارلمان پرسان خواهد کرد و اینا جواب خواهند داد که تا چی حد این گپ درست است و یا غلط است. چیزی که با وضوح معلوم میشه و است که اسرائیل مثل امریکا وری از زرادخانه های اسلحه‌ای خود
خالی شده، تهیه است و توان جنگ نداره، اما صدا بلند میکنه، غرفش میکنه که بالا ایران حمله میکنیم. و اینمی چیزی است که به حساب ایجنت های موساده که در بساط بین‌المللی پول میگیرن و میان تبلیغ میکنن، چشم از اونا باز نمیشه که اینا ببینن که حقایق چی است. اونا اسلحه ندارن. ایران در برعکس تولید راکت ها و میزایل زیاد شده، پهپادهای زیاد شده، وسایل دیگر کشورها هم گرفته، نفت خودم فروخته و هنوز ملت هم پابرجاست و قایم ساده هستن. بنان این افرادی که خود فروخته و ایمان فروختی موساد هستن باید چشم خود باز کنن و ببینن که در بادارشان سخت رقم شکست خورده و پوزش به زمین مالیده شد. این بود خبرهای امروز ما که خدمت شما تقدیم کردم. امید برنامه رو ببینید، خوش کنید، با دوستا شریک بسازید تا برنامه بعدی که دوباره خدمت شما حاضر میشم. شما را با پروردگار عالمیان میسپارم و ما علینا الا البلاغ.